یا گاید بچه چطوری خوش اومدی به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که این حرکت رو بهتون آموزش بدم، پس بریم سراغ آموزش بعد اجرا. لایک کامنت سابسکرایب یاد نره چون باعث دلگرمی میشه و من از این ویدیوهای خیلی خفن براتون میذارم. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون بیاد. بریم سراغ این ویدیو. I begin to I begin to چجور بود؟ از این اجرا خوشتون اومده؟ بریم برای آموزش این حرکت. برای این آموزش این حرکت شما به یه دونه دسته کارت نیاز دارید، به خودکار نیاز دارید و برگه نیاز دارید و این برگه و خودکار برای پیش بینی شماست. بریم سراغ این آموزش. شما یه دونه دسته کارت نیاز دارید که برگه نیاز دارید که پیش بینیتون رو قدش بنویسید و یه خودکار. شما قبل اینکه برید پیش مخاطب این برگه رو میارید. من فرض کنم مثلا اینو من ننوشتم، این خودکار رو میارم. قبل اینکه برم پیش مخاطب این چیزمو مینویسم و اینجوری تاچ میکنم که مخاطب نبینه. این میشه پیش بینی من. خب شما پیش بینیتون میذارین یه گوشه و مخاطب میگین یه کارتو برداره. هر کارتی نمیشه، اون کارتی که شما میخواد به مخاطب فورسش کنید. چه کارتی با مخاطب برداره؟ مثلا ما اینجا نه هشت خشت نوشتیم. خب ما بریم هشت خشت رو پیدا کنیم. هشت خشت ما کجاست؟ اینجاست. این هشت خشت ماه. ما این هشت خشت رو میندازیمش این اول دسته. خب اینجا یه هشت خشت الان ما داریم. خب این هشت خشت رو شما باید چیکار کنید؟ این هشت خشت رو مخاطب با فورسش کنید. چجوری فورس میکنید؟ شما میاد از بالا یه کات میندازید پایین و اینجا که میخوایم بقیه دسته رو بذارید این انگشت کوچیکتون که اسمش هم هست بریک این حرکت، باید این حرکت رو انجام بدی. از جلو هیچی معلوم نیست اگه ببینید، اما از کنار یه کاتی خورده. اینجا یه کاتی خورده که شما میتونید اینجوری بلندش کنید. پس چی شد؟ ما کارت که میخوایم مخاطب رو فورس کنیم چیه؟ هشت خشت. این هشت خشت رو میذاریم اول دسته. اینجا میپیش مخاطب میگیم میتونی دستکار بر بزنی یا خودت بر بزنی. اینجوری خود بر بزنی خوب تره. میتونی برو فیک بزنی، میتونی همین بر بزنی، اما این کارت بالایی که اینجاست که میشه همون هشت خشت نه با بر بخوره. خب شما دستکار رو 2 بار براش بر میزنید. حالا که مخاطب مطمئن شد که دیگه دستکار بر خورده، حالا شروع میکنید. الان بازی شروع میکنید. چیکار میکنید؟ یه کات میزنید رو و پایین و این دستکار رو میندازید رو این تیکه که انداختین پایین، اما یه بریک زیرش میگیری یا یه انگشت کوچیک زیرش میگیری. اوکی. الان اینجا باید چیکار کنید؟ دیگه یه بریک گرفتین، بعد این صفر میگیرید که این کاتش معلوم نشه از جلو. خب این نباید جلو معلوم شه. اینجا صفر میگیری و با انگشت اشاره میبری زی انگشت 60 با اینجوری دریبش کنه، مثل دریب کردنه یا همون این صدا رو در آوردن با انگشت 60 و اشاره. انگشت اشاره میره پایین، انگشت 60 این بالا و شما میتونید اینجوری کارتا رو دریب بزنید. خب حالا که این کار رو یاد گرفتین حرکت رو میتونید 2 بار تمرینش کنید یا حدودا این حرکت 2 هفته بیشتر طول نمیکشه آموزش رو یاد بگیرید. خیلی خفن حرفه‌ای شید. از این بیشتر نمیخواد آموزش ببینید، فقط 2 هفته این آموزش رو نگاه کنید، آموزش رو حفظ کنید و 2 هفته این انجام بدید تا ملکه ذهنتون شه. حالا چیکار میکنید؟ اینجا به مخاطب میگی یه جا من بگو استاپ. همینجا که شما دارید دست کار رو دریبل میکنید اینجا مخاطب هر جا میتونه بگه استاپ، اما شما از اینجا فقط برمی‌دارید. چجور؟ مخاطب مثلا اینجا میگه استاپ میشه اینجا، من اینجا بردارم اون جایی که من کات زدن نیست. چیکار میکنیم؟ میگیم مخاطب اینجا بگو استاپ، مثلا میگه اینجا استاپ. شما از این جایی که کات زدید بلند میکنید
میندازی زمین و این کارت رو به مخاطب میدی که میشه همون 8 خشت. کارت رو بهش میدی، یعنی کارت رو بهش فورس کردی، مخاطب کارت رو میبینه، ما اصلا کارت رو نمیبینیم و اینجا مخاطب میگه نگاه کن ما اینجا یه دونه پیشگویی داشتیم که همون 8 خشته. به همین سادگی. این هم یه آموزش خیلی آسون بود اما یه پیشگویی خیلی خفن. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیو دیگه با من لایک کامنت سابسکرایب نره، نظرتون تو کامنت ها بنویسید. تا یه ویدیو دیگه با من، بای بای.